بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی صاحب القبة السامیه یا حسین. السلام علی ساکن التربة الزاکیه. السلام علی من طهره الجلیل. السلام علی من افتخر به جبرائیل. السلام علی من ناقاه فی المهد میکائیل. اشهد انک طهر طاهر مطهر من طهر طاهر مطهر. طهرت و طهرت بک البلاد و طهرت ارض انت بها و طهر حرمک. اشهد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخ و الارحام المطهر. خدایا به حق این طهر طاهر قسم می‌گیریم به ما توفیق آمادگی برای ماه محرم عنایت بفرما. به ما حالت بکا و ابکا عنایت بفرما که هم خودمون گریه بکنیم هم دیگران را بگریانیم که این گریه بر سید الشهدا سلام علیه عبادت بزرگیه که امام صادق سلام الله علیه فرمود ما من عین احب الی الله ولا دمعة من عین بکت و دمعت علی الحسین علیه السلام و ما من باک یبکی علی الحسین الا وقد وصل رسول الله صلی الله علیه و آله و وصل فاطمه سلام الله علیها و اسعدها علی البکا و ادا حقنا. این کلمه ادا حقنا خیلی سا تعمل بکنید. ما نمیتونیم حق یک مؤمن ادا بکنیم، حق همسایه، حق عالم، حق پدر مادر، تکیف حق امام که ما شعبون خوندیم اللهم صل علی محمد و آل محمد الذین اوجبت حقوقهم. اوجبت ولی گریه بر امام حسین میفهمد ادا حقنا. ما دیدیم کمالین از علما اعاظم علما مقید بودن ایام عاشورا خودشون روزه بخونن، تو خونه روزه بخونن، مقتل بخونن برای اهل بیتشون. نجف اشم مرحوم آیت الله آمیزا عبدالعالی کربلا آمیز مهدی ما مرحوم آقا عموم اینا مقید بودن که از روی کتاب روزه میخوندن که اسمشون تو دفتر روزه خونا ثبت میشه. خیلی باید قدر خودمونه بدونیم که خدا این عنایت و این منصبت عنایت کرده. خدایا به ما چشم گریان بده. گریه برای امام حسین همیشه مطلوبه. آقا امام زمان ارواحنا فدایشون که کارشون گریه. یکی از عبادتهای بزرگ امام زمان مسئله بکاه و ندبه است. لأندبنک صباحا و مساء. تو این راه کربلا خود امام حسین چقدر گریه کردن. گاهی یاد از حضرت یحیی میکردن، میفهمود از بی‌اعتباری دنیا بود که سر یحیی رو از بدن جدا کردن. نزدیکای کربلا ما خیلی گریه کردن وقتی که خبر شهادت حضرت حسین رو دادن به امام حسین. ارتج الموضع بالبکا. اون قطعه زمین یک پارچه زجه شد. آقا گریه اهل بیت جوونا بنی هاشم اصحاب فرمودن رحم الله مسلما انه قد قضا ما علیه و بقی ما علینا. اولی که موقع کربلا رسیدن گریه کردن. اول کربلا رسیدن شد که علما نوشتن آقا نگاهی به اهل بیت کردن بکا ساعه. آقا یک ساعت گریه کردن، سر بلند کردن اللهم انا قدرت نبیک محمد صلی الله علیه و لقد ازعجنا و طردنا و شردنا عن حرم رسول الله صلی الله علیه و تقدت علینا بنو امیه. خدای میبینی ما یک مش اولاد پیغمبری تو ما رو در بدر بیابونامون کردن. خدای تو به داد ما برس. این اول گریه ها بوده.
روز عاشورا دیگه قیامته. روز عاشورا دیگه یک جا نوشتن بکا بکا شدیدا، یک جا نوشتن بکا حتی غشی علیه، یک جا نوشتن رفع صوته بالبکا، یک جا نوشتن بکا بکا عالیا. آقا به صدای بلند گریه کرد. این دل آقا عقده کرده بود. گریه اقسام انواع داره. یه وقت خودم یواش یواش زمزمه میکنه، یه وقت نه، یه وقت نه داد میزنه. من دیدم با عمر خودم بعضی از علما صاحب القدیر آقای امینی که ما توی سفر خیلی یادشون کردیم، ایشون تو حرم میمد اول زمزمه داشت، بعد میزد زیر صدا بلند گریه میکرد. این البکا، این البکا. این آخر گریه های ما قسم بوده که آقا به صدای بلند گریه کرد. سزاوار ما بلند گریه بکن. چه وقت آقا به صدای بلند گریه کردن؟ اون وقتی که افتاده بودن هرچی میخواستن بلند بشن و تبا یقوم للقتال فلم یقدر فبکا بکان عالیا. حتی میگن آقا گاهی به یک زحمتی بلند میشد دوباره میافتاد. حسین جان ما نبودیم بیام زیر بغلتونه بگیریم. بکا بکان عالیا و نادا با جدا با محمدا با ابتا با علیا با اخا با حمزتا با جعفرا با عقیلا با عباسا. آقا همه رسول الله دارم. یعنی کجای بیاد ببینید من حال ندارم بلند بشم. مسید الغریب مونده. یک وقتم صدا زدن و عطشا اقدر و مظلوما و جدی محمد المصطفى صلی الله علیه و آله اذبح عطشانا و ابی علی المرتضی ادرک مهدوکا و امی فاطمة الزهرا. من که مجروح از پا تا سرم. شیخ الخراسانی 60-70 سال پیش کربلا خونه مرحوم آقامو آیت الله سیببه علم مقامه همیشه را رو خونه پای منبرش فحول علمای کربلا نجف بودن. اینا خدا میدونه بلند بلند گریه میکردن، بلند بلند گریه میکردن. من که مجروح از پا تا سرم، من که از سوز عطش چون اخگرم، من مگر از گوس بندی کمترم، نامسلمانون مگر من کافرم، کشتنم را طعن این لشکر بس است، بلکه یک داغ علی اکبر بس است. رو بیتم به یاد عاشق عبدالزهرا بکنم. عزیز دیده بود که من مثل عبدالزهرا ندیدم، من نخواهم دید. به ابل امام المصطفى به کربلا یدعو ولیس لما یقول مجیب، به ابل وحید و ما له من راحم یشکو وما والما منه قریب. ای تشنه لب تو طاقت خنجر نداشتی. صلی الله علیک یا ابا عبدالله.